مهمانی شماست و شکرمحمد میرمحمدov پهلوان شناخته تاجیکستان با لباس‌های سبز رقابت را آغاز نمودند. خب اکنون با احترام به همدیگر دستفشاری شروع میکنند و با امر داور که گیرد میگوید از افغانستان رقابت مرحله اولی وزن 95 کیلوگرم هم شروع میگرده. شکرمحمد میرمحمدov خیلی موقع خوب رو اینجا اشغال کرده بود، از بالا داشتن که موافق است برای حلوک درونه رو به کار بردن. نماینده تایپه چین پن پووی از جهت خلوبست البته تفاوت دارد و اینجا اشاره کرد داور قبلا که از روی گلیم بر آمدن، ولی حلال داور کنجی حلال میگوید. داور مرکز بدن اشاره میکند و داوران را نزد خود دعوت میکند. داور مرکز دو داور کنجی را تا قرار نهایی را برآورند، چون اگر قرارها همه یک جا یک دلانه با یک آواز یک اگر بیابدند یا حلال را جانبداری کنند، البته که قرار نهایی همون می شود. اما اگر داور کنجی حلال گوید و داور مرکز و داور کنجی دیگر نه، این چیز پذیرفته نمی شود. اما طوری می بینیم حرکت از داخلی آن گلیم اساسی بود که بعداً با بیرون پرتاب شد. اما این رو باز قضاوت نهایی داوران خیلی خوبتر دقیقتر تحلیل میکنند و میبینیم حلوک از داخل و پرتاب هم میبینیم که تا با آخر از مرکز اجرا شد. نه، اینجا پهلو بدن گرفته می شود، باز پس گرفته می شود، پهلو به او گذاری شد بعد از مشورت داوران. پهلو بر جانب شکرمحمد میرمحمدov و این هم اشاره کم فعال بودن پن پووی از تایپه چین و آگاهی هم میگیرد. از بالا میدارد شکرمحمد میرمحمدov، توجه میکند به حلوک درونه و حلال. بسیار هم پرتافتی عالی و دیدنی را اینجا شکرمحمد میرمحمدov به نمایش گذاشتند که البته مخلصان هم در آن مکان برگزاری به خاطر این پرتافت زیبا کف‌کوبی کردند. و شکرمحمد میرمحمدov اکنون روی خود را به مرحله دوم رقابت ها انوار میکند که مرحله به مرحله اکنون نزدیک می شود برای کسب مدال های اولین چمپیونات جهان با گوشینگیری. خب اگر گوییم که با آسانی اینجا حریف را شکست داد اشتباه نخواهد شد. شکرمحمد میرمحمدov از دقیقه های اول زیر فشار قرار داشت نماینده تایپه چین و بالاخره با امتیاز کامل، یعنی با امتیاز حلال اینجا پیروز گردید شکرمحمد میرمحمدov.